سلام دوستان، خوش اومدید به اولین سری سروایول ماینکرافتمون. و به به ببینید شیدر زدم، ببینید چی شده. ماشالله. خب بچه ها، الان ما میریم یکم چوب بزنیم، گوسفند موسفند بکشیم. عجب شیدریه، همش گوشت. سلام گرفته، بخشی بچه ها یکم سرما خوردم تو چله تابستون. چرا سیاهه؟ شیدر چرا اینطوری میکنه؟ 3 تا میکنیم بسته. پیش به سوی پیدا کردن یک ویلیج. خب بچه ها، مثل این که ویلیج پیدا نمیشه، هرچی میگردن نیست. خودمون مجبوریم برای خودمون کندکاری شدیم. برای مرحله اول میریم یکم بازم چوب میکنیم. خب چوبمونم کندیم، حالا بازم سراغ قار میگردیم بچه ها. حالا بریم سراغ قار. سب کن، یه روش من خودم بلدم. زمین رو تا ته میرم میکنم. سلامتی همه بتمن ها. خب تبریکات فراوان، رسیدیم به این. خب یه رای خودم بلدم، این ورا میکنیم، همین رو تا ته تا ادامه میدیم و بگو میریم. بشماین من کسونیم، بگیرم ولد نمیکنم. حالا چطوری عزیزا؟ برم بیرون. جو خوردم آقا، جو خوردم. نه من یه ذره برم. خب دوستان، ما از قار خیلی ندیدیم، اما این قار رو که داریم. اوخ آی نه، دمیج نخور. میریم توی قار، این گفت سرمونو میندازیم پایین. یا برو بابا تاریک، من برم یکم زغال پیدا کنم. برو بالا پسر. خوب یه شب باش بوده. خب بچه ها، تا اینجا ویدیو که همش چرت و پرت بوده، شوخی کردم. داره شب میشه و شب یعنی چی؟ عجب غروبی. نگاه کن فقط. اینا میذارم کاور ویدیو، یادتون باشه. عجب چیزی. یه اسکرین شات و به ما بریم سراغ ادامه ویدیومون. بچه ها، روش منو که دیدید، تا ته زمین رو میکنم تا به آهن و اینجور چیزا برسم.
و الانم ویدیو رو میخوام کات بزنم. برای چی؟ چون اولین قسمت این سریمون تموم نشده. چی فکر کردی؟ تا 3 گوسفند نکشیم تموم نمیشه. خوک الحرام است بچه ها. الخوک نخورید. ضرر دارد. الگوه خوردم. الجوه خوردم. یا برای امنیت بیشتر ما اینجا میایم. اینجا یه 500 بلاکی رو میریم بالا. ببینید عدد چیزیه. اون موز. خب بچه این اولین سریمون بود. توی اولین سریش کار نکردیم. انشاءالله توی سریهای بعدی یه کارهای خواهیم کرد و بریم تا سری بعدی. خدا نگهدار.